خب درود برای همه بیننده‌های عزیز صفحه فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی دلیر ممالی. صدامان گرفته است، معذرت. و سلسله ویدیوهای نوبتی ما است با نام وطن دیگر است. با این شهرهای خوجند دوشنبه یکی از نقطه‌های بسیار دوست داشته شهرستان، جایی که مردم سفرکی می‌ایستند و خوراک نصفی روز و شام و صبحانه می‌خورند. البته من فکر میکنم که خدا کنه که ما به اون روزهای برسیم که در داخل وطن روزهای شنبه یک شنبه سفرهای زیاده داشته باشیم و مبلغمان و معاشمان به این حد هم برسد که آمده همراه عائله‌مان در چنین یک جای بسیار زیبا و دلنشین و خوشباد و هوا خوراک نصفی روزی بخوریم و صبحانه و شام و در همین گونه نقطه‌ها بسیار زیبا فراغت کنیم. بسیار این جیبارچه عجیب، این بلندکوها با همون ارچه هاش و این نقطه استراحتی و فراغتی و خوراک بسیار جالب. واقعا در وطن سفر زیاد کنیم، نگاه نکرده با اون که معاشی میانای کم داریم یا زیاد نمیدانم، برای رشد سیاحی در داخل کشور سهم بگذاریم و بگیم که واقعا وطن دیگره و این وطن نگاه نکرده به همه پرابلم های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگیش دوست داشتنی است. تاجیکستان دیگره.